این هفته خبر تو خبر داره براتون از جک و جونورای عمامه‌دار عظما که بدجوری از ریزش بسیجی‌ها به وحشت افتادن. هر کس مردم رو ناامید کند به این ملت خیانت کرده است، این رو رسانه بیان کنه. هر کس مردم رو به انقلاب و آینده این نظام و آینده ایران جانمون ناامید کنه و خیانت کرده، هم به ملت خیانت کرده، هم به این کشورمون خیانت کرده. الان تو نظام ولایت طوری شده که همه در حال ناامید کردن همدیگر. ما تو پایان آذر گفتن که به شدت به بحران آب میخوریم، هم در تهران و هم در مشهد، و امکان جیره‌بندی و سهمیه بندی آب وجود داره. درست این موضوع؟ بله متاسفانه این موضوع به شدت نگران کننده هست. این کارشناس حکومتی هم اینطوری از دزدی‌های سیستماتیک توی نظام ولایت پرده برداری میکنه. سر سوزنی در این کشور از غارت سازمان یافته حاکمیت علیه مردم دست بر نداشتن. یک سر سوزنی رحم نکردن به ملت. حکومت همه اجزایش، چپ و راست هم نداره، اصلاح طلب و اصولگران، کاملا فراجناحی. یعنی با اینکه ما شرکت سهامی غارت ملت ایران رو تشکیل دادیم و با تمام قوا در این سالها کار کرده، باز هم این اقتصاد سر پاست. این هم یک نمونه دیگه از غارت حکومتی در دولت زرشکیان. مثال جدید خانم شینا انصاری، معاون جامعه پزشکیان و رئیس سازمان محیط زیسته که برای سفر به برزیل، سفر کاری، درخواست 50 میلیارد تومان پول داده به سازمان برنامه بودجه. آخه من میخواد برزیل رو بخرید برگردونید اینجا که 50 میلیارد برای هزینه سفرتونه. این وضع حاکمان دزده، این هم وضع مردم ایران. تقریبا 15-16 سالی که فروشگاه مواد غذایی داریم، هیچ سالی و هیچ دوره‌ای نکبت‌تر از دوره شما نبود آقای پزشکیان. من مغازه‌دار مشتری میاد خرید میکنه، یک کیسه خرید میکنه میشه 1 میلیون 2 میلیون که من مغازه‌دار با وجودی که سیستم حسابداری دارم، بارکد دارم، فکر میکنم اشتباه شده و میگم خانم محترم، آقای محترم، صبر کن یه بار دیگه حساب کنم و وقتی حساب میکنم میبینم که متاسفانه درست حساب کردم. وقتی میگیم جامعه ایران بمب ساعتیه یعنی همین. این همون وضعیتیه که آخوندها حسابی ازش میترسن. از خارج که نمیترسیم، نه و نباید بترسیم و نترسیدیم تا کنون. از کجا بترسیم؟ از داخل بترسیم. از داخل از چی بترسیم؟ از اختلاف بترسیم. از اختلاف بترسیم. دیگه از چی بترسیم؟ از سختی معیشت مردم بترسیم. از اینکه مردم سفره‌شون خالی باشه یا مثل خالی. حالا دیگه پاسدار خالی باف هم اعتراف میکنه که موشک و این حرفا دردی از عظما دوا نمیکنه و وضع خرابتر از این حرفاست. شاید من ربع قرن وقتی که بحثای نظامی میشد و بحثای موشکی و توان موشکی، من همیشه این نکته رو میگفتم: اگر قلب مردم ما با ما باشند، ما قوی ترین و قدرتمندترین کشوریم. اگر نباشند، همون موشک ما هم شلیک هم بکنیم، اون اثر اقتدار و قوت خودش رو نخواهد داشت. زرشکیان هم مشغول مشنگ بازیاشه و میگه میخوایم کولر گازی رو کولر برقی کنیم. طرف فکر میکنه کولر گازی با گاز کار میکنه. یواشش میخوایم بریم به طرفی که گاز رو در رابطه با از خونه ها هم بکشیم بیرون، برق رو بدیم به خونه ها، اجاق برقی درست کنن، اجاق به اصطلاح کولر برقی باشه. یعنی اصلا گاز چرا بدیم؟ گاز رو بدیم به صنعت که بتونه کارشو بکنه. بعدم پاچه خارا به خاطر همین مشنگ بازیاش تشویقش هم میکنن. آقای رئیس جمهور خیلی متشکرم. من خواهش کردم به احترام شما بایستند و این 1 سال زحمت شما رو قدردانی میکنیم از شما در قزوین. چون دیدم آقای استاندار صحبت میکنن گفتم جسارت کنم. این هم تصویری از زرشکیان از زبان یکی از اعضای استبل ولایت.
بعد از 1 سال ریاست جمهوری جناب عالی مرغ کیلو چنده، گوشت چنده، برنج چنده، حبوبات چقدره، لبنیات چقدره. میبینید که ایشون هر جایی که میره، هر شهری میره، توی هر جمعیتی که میره سخنرانی میکنه، مصاحبه میکنه، آه و ناله سر میده. آب نداریم، برق نداریم، گاز نداریم، بنزین نداریم، گازوئیل نداریم، پول نداریم، ارز نداریم، بدبختیم، بیچاره. تو برای چی اومدی رئیس جمهور شدی؟ فرق جناب عالی با یه فرد عادی جامعه تو آه و ناله کردن چیه؟ خبر تو خبر. ببینید کار نظام به کجا رسیده که رئیس جمهورش اینطوری به روسیه و چین تیکه میندازه. تو این جریان جنگ خب ظاهرا با یه سری از این کشورها ما دوست بودیم دیگه. اصولا باید وقتی که به ما حمله کردن یه کمک میکردن دیگه. نکردن. البته آخوندا همچنان روزه چینی میخونن. جنجو جدا گم جنجو بیه جنجو محمدش جنجو دش علیش محمد دای بیاو گنجیلی بای جنبیلی بای زخوش توی این شرایط که هیچ دوستی برای نظام نمونده، وزیر خارجه عظما مجبور شده بره گیلان با استاندار گیلان دیدار کنه. البته اخیراً عراقچی نامه رئیس جمهور آمریکا رو درز داد و درباره مخمسه‌ای که توش گرفتار شدن اینطوری گفت. نامه نوشت، تو نامش صراحتاً نوشته 2 گزینه بیشتر نیست، یا جنگ و خونریزی، تعبیر خودش دارم بکنم، وار اند بلادشد، یا مذاکره مستقیم برای از بین بردن غنیسازی و موشکی ایران. این عین نامه، عبارات نامه است. این یکی هم با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. هیچ گونه مذاکره‌ای الان بین ایران و آمریکا برقرار نیست، اما میل به مذاکره بوده و هست. آیا جمهوری اسلامی اهل مذاکره هست؟ ما میگیم چون گفتمان داریم، منطق داریم، یه اندیشه مبتنی بر اون نگاه‌های اعتقادی داریم، هیچ هراسی از صحبت و مذاکره و گفتگو نداریم. پاسدار عباسی مشنگم که تو سوراخ موش قایم شده بود بیرون اومد و جدیدترین تحلیلش رو ارائه کرد. من مرده شماها زنده. آقایون، خانوما، این جنگ یک کودتا بود، کودتایی که نظام جمهوری اسلامی رو بزنه، کیو حاکم کنه؟ باند حسن روحانی و اصلاح طلبها رو، سپاه و آقا رو بزنه، جمهوری اسلامی دولت، همین دولت ناکارآمدی که هست، آمریکا همینو دوست داره، یه همچین چیز بیخاصیتی بمونه. این شهردار مشنگ اهوازم انتصاب خودش رو به کارکناش تبریک میگه. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر همه همکاران عزیزم در مراکز غرب و شرق اهواز، حوزه خدمات شهری. تبریک عرض میکنم انتصاب جدید سرپرستی شهرداری رو خدمت همه همکارانم. امام جمعه نمره موقت یاسوجم رکورد پرت و پلاگویی رو اینطوری شکست. این موبایل و این ماهواره، این پیامهاشون بر این امواج سواره، این امواج که تو همینجا پراکنده است، این پیامهای شیطانی، این تاثیرهای گناه امروز فضا رو هم آلوده کرده. فرشتگان در رنجن، زمین در رنجه،
اکسیژن و هوا در رنج، ابرها در رنجن. خب طبیعتاً خدا مجازات میکنه. اینا یه تیر چراغ برق رو بلد نیستن تعمیر کنن، بعد درباره حل مشکل نون و آب ملت نسخه میپیشن. عادلانه است این درست کردنه، مثلا این تیر رو جابجا کنن، ملاتی که کلن همش هم ماسه است، با یه دونه ایرانت پلاستیکی گذاشته بودن که همش ریخت زمین. در پایان مشنگستان این هفته توجه شما رو به این گزارش ورزشی جلب میکنیم. توپ در گردش هست، امام باپه یه برگردون و تموم. بازی رو میبره به کناره ها. زاراتان آخوندویچ تمپویش جدا شد. شیخ دیاباته پاس میده به عقب، ملا دینیو و توی دروازه شیخ الدین زیدان.